10 آکورد ضروری که از الان تا وقتی که پیر بشی توی نوازندگی گیتار باید ازشون استفاده بکنی و میخوام بهتون یادشون بدم با نکات مهمی که خیلی‌ها رعایتش نمی‌کنن. آکوردی که میخوام کار بکنم آکورد لا ماژور هست که اکثرا شکایتشون اینه که این آکورد گز میده یا صدای خفه داره یا دستمون جا نمیشه وقتی میخوایم همه انگشتا رو بذاریم اینجا و میخوام بهتون یادش بدم و یه سری طرفم بهتون بگم که کمکتون کنه. آکورد لا ماژور رو ما چه جوری میگیریم؟ ببینید مهمترین چیزی که این آکورد داره گرفتنش اینه که فرمش اینجوریه. اول بذار ترستون رو بریزم اما دونه دونه بیایم تحلیلش بکنیم. ما به این 3 تا انگشت نیاز داریم، انگشت 1 2 و 3. حله. حالا کجای انگشتا باید چیده بشن؟ 3 تاشون باید به ترتیب از بالا به پایین چیده بشن، پشت سر هم روی سیم های 4 سیم 3 و سیم 2 پشت سر هم. این آکورد رو اینجوری میگیری دستت رو، مثل اینکه مثلا یه پرانتزه، اوکی؟ اینجوری میگیری دستت رو، 3 تاش رو قلابی شکل پرانتزی شکل و 3 تاش رو اینجوری میاری میذاری روی همون سیمایی که بهت گفتم. سیم چند؟ 4 سیم 3 و سیم 2. مشکلی که هست اینجا اینا جا نمیشه، مخصوصا برای منی که دستم بزرگه خیلی سخت بود از اول که بخوام اینو یاد بگیرم. نکته اول این آکورد اینه سعی کنید انگشتاتون رو جدا جدا روی سیم ها پشت فرت 2 حسابی تمرین کنید. نکته دوم اینه بعد که تکی تکی انگشتاتو تمرین دادی پشت فرت دوم که اینجور نیاد روی این فرت و پشت اینها باشه و این دست عادت کرد، حالا دوتا تمرین میدی با هم دیگه، به خصوص این 2 تا پایینی ها روی سیم سوم و دوم رو حسابی تمرین میدی و بعد این رو اضافه میکنی. و نکته آخر این آکورد روت 5 هست، یعنی باید از سیم 5 اجراش بکنی رو به پایین. خیلی دوستتون دارم، همین الان برو آکورد لا ماژور رو تمرین بکن و این نکات رو رعایت کن، ببین میتونی بزنیش یا نه.